ادامه نمیدهیم. لیکن آفرین به شما، بعد 3 ماه نکاح کردید. وقتی خبر مرگ تو را شنیدیم بسیار غمگین شدیم. تنها با دستگیری هم دیگر خودمون را تسلی دادیم. هیچگاه در حق تو ناحرمتی نکردیم عارف. چشمانت چگیلند؟ چشمانت میبینند؟ چشمانم نمیبینند گفته مرا با اونجا فرستادی برای ازدواج کردن با سومن. همینطور بس کنه، از حد نگذران. روزهای دراز زیر شکنجه بودم، به خاطر وصال دوست داشتم و دوستانم طاقت کردم. برای همین روز بود ها؟ پاداش اون همه شکنجه ها همین است. بگو به من. اگر میدونستم که تو زنده هستی عارف، این نکاح رو از گوشه خیالم هم نمیگذراندم. بس کنید. برای من شده یکدیگر را میکشید. دوستی شما باید از همه چیز بالا باشد. اینطور نکن عارف. تو را انتظار نباشند و همه درها را برایت بپوشند. میدان انسان چگونه میشود؟ میفهمی یا نه؟ در دشت کربلا سراب من بودی. همیشه در آرزوی آن بودم که خانه بنیاد میکنیم و زندگی آسوده میبینیم. آرزوهایم را از من ربودید. امید و آرمانهایم را کشتید. در جنگ و جدال شما تماشا میموده نمیتوانم. نه نمیگذارم که برای من شده دوستی شما ویران شود. این حال را به نیاباتش موندم. گویی چی کار باید کنم برای هر دوی شما، برای دوستی هر دویتان؟ چی کاری باید میکنم؟ میدانی چی؟ کاری که باید برای من میکردی صبر کردن بود سومن. صبر کردن. نباید اینقدر زود این همه کار انجام میافت. آخر تو رو وفات کرده است گفتن نمیفهمی. بدلی همه وزدینی ها رو از ما میطلبی. برای همین برگشتی؟ عارف برای همین ها؟ این طرف پرتافته رفته نمیتوانی. دری ما را که گفتی با ما باید روی برو شدی. عارف قرزاد خیلی زیاد شد جلو. تا قرزاد رو ندی با توی چای پوی نیست. البته قرض زیاد می شود. ینگه هر روز در بیمارخانه. البته نمی رسد. این چی خیلی گمزنی؟ به استانبول آمدم گفته عرف و عادت رو فراموش کرده ای. همسرت آنجا تمام روز کار کند و تو اینجا شین. من را دیوانه نکن. تو چی کار میکنی تمام روز؟ من فرزند زیاد دارم. زنده باشند کار کرده پول مییابند. متاسفانه تو فرزند نداری. برای چی باشد؟ ناموس کرده کار میکنیم گفتیم کار جستیم. گویا کار یافتمون نکردیم. تو خود از کسی زنی مرا قبل مادر؟ مادر جون، مادر جون، دخترکم جونی اوچه. هر دیتون هم در نزدم هستید. همین جاییم. هر دیمان همین جاییم دخترم. فقط جنگ میکردید. خواستم برای شما خوراک پزم که مرا دوست دارید.
تو رو دوست می‌داریم دختر جان. دوست بدارم جانی اوچم. دخترک شیرینم. دادا شما مادرم رو مادر جان شما باشید پدرم رو دوست دارید. شمایان با هم جنگ میکنید من غمگین میشوم. ببین هر دویمون همین جاییم. تو راحت باش جانم. با کار مرم همین جایی است دادا جون. من همین جایم. تا صحت شدنی تو من همین جا میمونم دختر جانم. من رفته به گروه خبر دیم. همه خبری من رو انتظارند. ایستید یعنی شما هم گفتید به اونها نبیرم با مرد روبرو شده بود میمورد بیچاره دخترم. اگر پدرش با اونها نباشد باز چی بلاها به سرمون میآید. شکری بهت لحظه دیلش از کار مانده باشد هم زنده ماند. کجای صدقه داده بوده؟ نه این کار به صدقه اومده نمی شود. شما هم با پدری نبیرم گپ زنید یا در خانه اش ایستد یا اینکه شما مانده شدید زیغ شدید میفهمم اما این مسئله با من دخل ندارد. شما همچون دختر با او صحبت کنید. این آدم گپی مرا نمیفهمد. خانم باز تکرار میکنم من دخترم. خیر میلش دختر وقتی شما را بسیار نمیگیرم. خدایا بس بودگیست. آخر خانه بود درمان سوخت. اقلا با زبانی نش دارتون ما رو نسوزانید. زنم کار میکند من میشینم. فرزند هم نداشته بودیم دیگر به ما چای نمیدادند. یعنی ما آدم نیستیم. آدم نی من نشان میدم آدم کیست. و همه نشان میدهم. برادر در همین حالت هم کوپون پر میکنی حلالت باد. رکا پر میکنیم و بازی میکنیم اگر نمیدونم چی اندیشه میکنم. واقعا اول پیشی ما میومد. خل میقپانیم تمام. در حقیقت میقپانده؟ ها خیر بیا با جای تو من پولش رو زیر کنم. نه نمیشود. آن وقت قمار میشود. قمار. خیر من با او صحبت نمیدونیم چیکار کنیم مدیر. شما این گپ ها رو مونید و مدیر آنجا چی گفته ایستاده است میدونید؟ نه اکا راستی نمیدونیم. چند ساعت شو صحبت میکنند. چی گپی هست اینجا؟ چی گپی هست؟ بهترین کاری که ما باید کنیم تا به شوبه آمدنش انتظار شدن. دیگر راه نداریم. من میترسم که باز میآید. به همه گفتن لازم. من حادثه را سنجیده میبینم. تا به خود آمدن دختری صالح شما صبر کنید. بعد میبینیم. حالا کفت و پاو نکنید. صالح چی شد؟ خدا را شکر. چشمانش را کشد. خدا را شکر. خدا را شکر. خدا را شکر. خدا را شکر. سرکمی سر صالح قربان. با شما یک هفته مجبوری جواب. باز کار نهایی. خوب استراحت کن فهمیدی؟ آقا بسیار ترسیدم. والله سخت ترسیدم. مبادا اون چیزی میشد. خدا نگهبان باشد. پهلوان آفرین. برای انتظاریتان تشکر برادران عزیز. هیچ کار نه سردار. حاضر اگر مدیرم اجازت دهد فرمان میدهم همه به شعبه روند از پی کار شوید. با چشم سردار. رجب بیسرم ایست. خدایا خدا کی بیست کودک. نندی کودک هستی نه.
بیا کی ندین رو آخر شد بالتر بیا شوخی نکن نشوخی من زنت رو چک زنم شوخی نکن شوخی نکن چی شد بولتر؟ به ترسی که ینگه یگان شلاق میزنم ایستا میگویم شوخی کردم میگویم اینها رو با آشیانه SAE میبرم دختر. بعد از امروز چیکار کنم؟ من همسری همین هستم. اینجا کار میکند. او رو دیدنیم. خدمتی است؟ بله خدمتی. آنها در پایان میشوند. فهمیدم. دخترم من امینه رو میکوبم. کجا باشد؟ در بالا در اتاق فراش. چطور به اونجا روم؟ در لیفتشینه تومانچه 5 رو پخش کنید. تشکر. نمیارزم. سلامت باشه. تشکر. نقص فکر کن. مادر جان همش رو فهمیدم. هر وقتی که خواهیم برام پولهای بیمارخانه را سپاریدی؟ اگر نرسد من میدهم. شکر خدا حکومت پشت و پناه همون حل کردیم. ساله تو آماده شدنی خانه در خانه مادرم استه میگویم. نه شما را ناراحت نمی کنیم. چرا ناراحت میشده ایم؟ اکنون بعضا بحث میکنیم گفته دخترم در خانه من ایستاده نمیتواند. این را یک فکر کردن لازم. اگر لازم شود البته این کس میآیند. سلامت باشید. خیر خودتان میدونید. من میروم. با یک قرار که آمدید بعد به من خبر میدهید. صالح فرزندانم را خوب نگاه کن. عزیزم عمر مادرت دراز باشد لیکن هیچ از همین گپ‌های خنکش نماند. اهمیت نده. اکنون با ما گوی که در کجا زندگی میکنیم. خانه سوخت چی کار میکنیم؟ خدا را شکر دخترمون صحت و سلامت کو. خانه را حل میکنیم. از پیشتر بهتر میکنیم. پول میرسیده باشد. میبینیم عزیزم. نرسد چی؟ میبینیم گفتم کو عزیزم. خدایا چی رو میبینی باز؟ ای برادر آهسته تر. خیلی آدم ها. من میدونم چگونه ادبش را دهمو بهترش با او سر به سر نشوم. رفتیم عزیزم دخترمون رو گرفتر رویم. با کجا میرویم ساله؟ به شوبه. چی؟ به شوبه به مهمانخانه شوبه. بعدش خدا پادشاه. میبینم تابت بالیده است شاهان. احوال دخترچه چه خیلی؟ خوب است خوب خدا را شکر. شما که همتان بر اومدید مجبور شدم که اینجا انتظار شوم. یگان رتبه‌دار که نبود کار با من ماند. البته سردارم. حاضر تو دودوان اکمون رو زیارت میکنی. وقتی رفتن با خود 1-2 کیلو شیرینی میگیری. به مال ضرر رسد و به جان نه. دختر که خوب باشد مشکلی نیست. دیگر اینکه همتان یک بار نروید. خدا نکند که یگان ناخوشی روی تو هیچ گازیق نشو. در کجای باشیم رسیده میآییم.
خوش آمدید مدیر. خوش باشید. لبه سمان خوب هستی؟ خوب نمی نمایی؟ یبان چی شد؟ نه خوبم هیچ چیز نه. ولی چشمانت از گریه ورم کردند. خوب هستم گفت که برادر کنجکاوی نکن. باید مانند برادر او گای رفتار کنم سلیم. آدم برای پرسیدم احوال دختر رو بین. تشکر برای پرسیدنت. خوبم. برای دختری اکای سلیم زیق شدم. فهمم. خواطر شدم برای همین پرسیدم. همین گونه احوالت را آخرین مراتب در جنازه عارف دیدم. باز نادرست کردم. مدیرم آخر عاقبت گروه میفهمد. اگر حاضر عارف از در رویه چیکار میکنید؟ اگر صحبت کنیم عارف را آروم کرده میتوانیم. ها سلیم؟ بله. اگر خاموش استیم خوب نمیشود. با او صحبت کنیم به همه چیز راضی میشود، قبول میکند. واقعه رو به او درست فهماندن لازم. خیر من با او صحبت میکنم. بیایید ما رفته با عارف گپ زنیم. نه سومان تو کجا میروی؟ من خودم این کار را حل میکنم. او رفته حل میکرده است. شت. به من هیچ کس به هیچ کجا نمی رود. کنی به ماشین شینید. زودتر. الو گوش کن. یگان کامر پامر میمونده. چیکار بودنش رو میفهمیده. چیزی هست. چیکاری هست که به ما نمیگه؟ انیخ چیکاری هست؟ بالتا چیگه؟ بالتا چی شد؟ چی شد؟ باز بیماریش خروج کرد. در این کاروی مخفی شکمی من در میکند. حالم بد میشود. از من چی میخوایی؟ روکارد دیگر کار نمیکنی. اتاقهای کیمکی ها را تازه کده میگردی. با کی چی کار کردنت هم معلوم نیست. روکارد سرده مرو. از من چی میخوایی؟ تو شرم نمیداری. تو چی گفته ایستاده ای؟ یک دقیقه همینجا ایستید که این مرد چیکار کرده نیست. مرو به حالم بشار. کسر برو. برادر چی گپ است؟ کاری تو چی؟ یک طرف ایستاد. گم شو. کارت با ما نباشد. برادر معلوم است که عصبی شده ای. شاید حق بر جانب تو باشد، اما این کارت خوب نیست. زنی بیچاره را به حالش گذار. رفتیم چای می‌نوشیم. زنی من از کاری تو چی؟ ها؟ کاری تو چی؟ مازیار رفتیم آخر چی ایستاده ای؟ از من روی تو چی خدا نباشد من نکردن؟ از من چی میخوایی؟ نترس دخترم، اما قد کمی عصبی است. تو نزد مادرت رو. دخترم اینجا بیا. امین راه کرد. یک طرف ایستاد. در شو. اول زن رو سر ده. دخترم دخترم را میکشن مردم. نزدیک نشو. دختر را میکشم. دخترم مازیار شد. آرام شد. مازیار اینجا بیا. نزدیک نشو میگویم. شد. آرام شد. نزدیک نشو. دختر را میکشم. دخترم رو سر بده.
سلاحت را برار سلاحت را برار شد آرام شو دخترم آیسته گذار نزدیک نشم که دختر رو میکشم نه همین دور من یک طرف گذار گذار نایستا خود رام نباشد دختر رو میکشم دخترم آرام شو خواهش میشم اصل من باید با او گپ زنم. شما اینجا اینطور شوید. نه اینطور نمیشود. خیر اگر یکون گپ شخصی داشته باشی مرحمت. تو این طور میگویی عارف اون طور. حالی من چی میشود؟ بار این را فکر کرده ای؟ آیا بار این را فکر کرده ای سلیم؟ یک جای آنجا میبرایم فهما؟ رفتیم. نزدیک نشو سلام خودم تو رو بوغی کرده بکشم سلام را بیار دخترم رو آرام شو پسرم در را کشو در را آخیر. من شما گفتم لیکن شما مرا گوش نمی کنید. حالا من باید با او گپ زنم. عارف برادر در را کشو. نکشایی از سراخی در می درایم. مرا سرده ساله مرا سرده همشیره شفقت میتونم من دست دخترم رو سرده با تو بگویم رفتیم با ساله از اینجا بریم و در حضوری آرام کننده دیر تمام حالات میترسن دارم داخل تو آرام شد التجا میکنم آرام شد من باید یک زنگ زنم خواهش میکنم دختر جانم نترس التجا میکنم زنگ میزنم تمام خواهش میکنم دخترم آرام شد نترس همش خوب میشود حاضر دختر جانم نترس گیره نکن دختر جواب ده آخی کریم کرده روی اینقدر ناز نکن خیلی جواب ده کجان شد تمام عصبی نشد دختر جانم گریه نکن همش نفت میشود من با تویم من رئیسم تو نفت تمام شد اگر جان شد همش خوب میشد نزدیک نشد فرون رئیس همش خوب یه پرونم البته تمام فقط آرام شم التجا میکنم آرام شم نزدیک نشد یه پرونم التماس نزدیک نشوید رئیس از اینجا برادر مانند سنگپشت آهسته نگرد تا تو نزد تلفن میرسی که دوست کایها از دوست کودک گذشت تلفن رو جواب دیم نوبتی تو میرسد سنگپشت ربا این از رو شوخی نیست در بیمارخانه دخترم رو گرمگون گرفتند تو با کی گپ میزنی ها؟ با کی گپ آرام شو خواهش میکنم تلفن رو خاموش کن تلفن رو خاموش کردم دختر از رو نجات دادن نمیتواند مایلش زود خاموش کن سلام را بیاره زود تلفن رو خاموش کردم پریدم شوید تمام منم با برادرانم گفتم زنت رو میارم برادر عزیز آرام شو از برای خدا آقا بسیار گنده آمد زودتر این کاری سهل نیست زود باشه مرا سرده بیمارخانه رو چپ کنه همش ناز میشه سرده آروم شد التجا آروم شد خود رو با دست بگیر التجا برادر نامت چیست؟ کارت با نام من چی؟
زنم کجاست؟ مایلش زنم رو تمام. بیارید زود. اگر او رو نارید دخترت رو میکشم. نزدیک نشوید. او رو میپرانم. نزدیک نشوید. تو وقتی زنم ناید سلاح رو نمیگیرم. مایلش زنت رو میاریم، اما لطفاً سلاحت رو از سر دخترم بگیر. مبادا ناخوشی روی ندیم. از ناخوشی میترسی؟ دخترم گناهی نداره. میپرانم. فهمیدی؟ میپرانم. نزدیک نشو. نترس دخترم. نزدیک نشو میگویم. بکی گفتم نزدیک نشو میپرانم. نزدیک نشو. نزدیک نشو میگویم. اما که خوب است، فقط تنها ناخوشی از سر گذرانده است. حاضر زنش رو میاریم و تو سر میدید. تمام. ایستان نزدیک نشو. نزدیک نشو میگویم. میپرانم. اوریفت در را کشو پسرم. آخرین کار به مصلحت حل نمی شود. در را کشو به آغوش گیرمد. پسرم در روز جنازت همه حقم را بخشیدم. دانستمان اگر نکشایی دیگر حقم را نمی بخشم. پسرم قهرمانم، تو را یاد کردم آخر. هم وفات کردی و هم آمدی. خیلی آمدی، من عموما نفهمیدم. خیر، شکر که آمدی. خیر، شکر رفتی. ای برادر، همین تلفن هیچ خاموش نشد که نشد. خیر بینیم. شیطان خواب نمی کند. کنی بینیم باز چی کار کرده باشد. الو، لبی، گوش میکنم. چی؟ کنی تکرار کن. سلیم ایستا. صالح در ناخوشی است. فهمیدم. حاضر می آییم. شد خود را به دست گیرید. حاضر می آییم. یک دیوانه در بیمارخانه دختر صالح را به گرو گرفته است. شما زود به جای حادثه روید. من به شوبه می روم. خیر. زنم را گوریزاندی. تمام. آروم شو. فقط آروم شو. خواهش پیدا نکنی. تمام. نمیکشم. بچه ها در راه. آنها حتما زنتون میارن. اگر خودی حاضر نهاری میپرانم. فهمیدی؟ میپرانم. خواهش میکنم. آروم شو دخترم. آروم شو. این چی گپ است؟ بچه کیست نزدیک نشوید. دخترت رو میپرانم. چی گپ هستین؟ کنی گپ زن میپرانم. این اختش کیستن؟ شاهین آروم. نمیبینی دخترم در دستش. زیری حضرت. سلاحت رو پایان کن. خواهش میکنم. دخترم آروم شو دخترم. شاهین سلاحت رو پایان کن. چیکار میکنی؟ ایستید. قفا ایستید. شاهین سلاحت رو پایان کن میگویم. قفا ایستید میگویم. سردید مرامک جان. آروم شو. با قفا گفتم. برادران رو چی شد؟ اگر 100 تای دیگر همیشه برادران می آیند هیچ چیز از دستشون نمی آید. سلاح در دستم، دختر هم در دستی من. میپرانم. فهمیدی؟ میپرانم. زنت رو صحت و سلامت به دستت میدیم. فهمیدی؟ پس چرا اینجا ایستادند؟ زودتر بیارید. زنت رو میارند. نباشه زودتر گویه که بیارند. برای همین به اینجا آمدند. شد بالتا. بفرمایید سردارم. همه در جایهایش انتظار می شوند. حاضر یگان کس رو روان کنید تا زنش رو به اینجا. به چشم سردارم. تا حال نامت رو به من نگفتی.
بین همه اینجا برای مددی تو آمدن اما تو تا حال نامت رو نگفتی نامت چیست برادر؟ نامم جلال. تشکر مانندی نامت بوده آدمی با جلالی اما لیکن آدمی حساس بوده